کوچه بهزادی شهر دوشنبه. امروزها شهر دوشنبه پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رشد و نمو یافته است. شهر دوشنبه شهری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ادبیات و صنعتی تاجیکان است. این گفته ها را ما در هر گذر و کوچه این شهر می توانیم بینیم. باید ذکر نماییم که در کوچه مذکور باغ نظام الدین علیشیر نوایی واقع است. این باغ نشانه صلح و آسایشتگی کشور عزیزمان می باشد. مرکز سودای دوشنبه مال اشن اولین و کلانترین مرکز سودا برای ساکنان شهر به حساب می رود. اینجا مرکز چندین استودیوهای تلویزیونی تاجیکستان می باشد. باغ نظام الدین علیشیر نوایی نخست 27 سپتامبر سال 2018 از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کشاده گردید. در کشادن این باغ پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیایف نیز حضور داشتند. در مرکز این باغ دو مجسمه است، یکی علیشیر نوایی و دیگری استادش عبدالرحمن جامی. میدان این باغ قریب 3 هکتار است. در باغ نامبرده زیاده از 80 نشستگاه موجود است. در داخل این باغ قهوه‌خانه نیز است با نام گندم. چقدر خوش است نام تاجیکی. آثارخانه گئولوژی جمهوری تاجیکستان نیز در کوچه بهزاد 13 جای دارد.